هون گداریا رادیو ریت هزش مسکوی دکن سلاف او دم و بخیر گدارین دلال رادیو ریت هزوند کارون ببین تورو اینترنت بوی ایناونی شانه مالپر ریت هزه نقطه کم ایرو شمیه 22 نیسانیه گداریا دنگو باسنگرینگ یین وی هفتهی بکن کمیسیون بلند یال بجارتنان درباره رفراندوم باشور کردستان دو پیشنهاد دکه. پیشنهاد یکم اوه که رفراندوم گل بجارتن پارلمانتوی 16 مجداری دا واره کرن. پیشنهاد دیامیجی اوه که ای سال رفراندوم واره کرن و بجارتن پارلمانتوی وارن پاشخستن. گل هریم کردستانی ده ای سال رفراندوم دا دنگ خوش بومان آنجی نمانا گل عراقی بدن. کمیسیون بلند یال بجارتنان پیشنهاد دکه رفراندوم ای سال 16 مجداری گل بجارتن پارلمانتوی دا واره کرن. اگر اویک جی نبو دسپیکی دا رفراندوم واره کرن و بجارتن پارلمانتوی جی ساله کی وارن پاشخستن. تر رفشکی دا دوی سرکتی هریم کردستانی دم بریال بجارتنان کمیسیون بلند یال بجارتنان جبو پیکانین اوی کاری راست بیره. لنبر وی تفگیر کردان عراق جی نبی دنگه. وزیر دروی عراق ابراهیم جعفری دم سردن خوایا هریم کردستانی دا گود. د چرچوه دستور عراق دا امریزش همو پینگوین هریم کردستانی را دگرن. برشکش گلی کردستانی دوی باوری دانه که اگر باشور کردستانش عراقی جدا ببه دی روش شهر عالی و باشتر به. پدکه و یینکی بریاردان پینگوین پیویزش بو پیکانینا کمیته که تایبت شمو آلیان بو در بسکرن پروسی رفراندومی باویژن هر و پدکه و یینکی بانک توی گلی کردستانی کرن که دوی پروسیسو گرنگ نتوی و دشتیمانی دا هفکار و پشتوانی بن. بریو سروک هریم کردستانی مسعود بارزانی پدکه و یینکی 11 نیسانی لولی جوان و حول و خباتنش بول درخواستن رفراندوم سرخابون کردستانی در خواندن. پشتی جوینی داخلی که نویس که واد بلاف کرن و انجام خواندن و گنگشین هر دو آلیان سر هفلنش بو رفراندومی هاتن اشکره کرن. هر وها هاتیه گوتن هر سی کمیته کش بو سردن کرن بغدای سردن پارتی آلین سیاسی و نتوی کردستانی و جوین کنسول و نونرین والاتین بیانی ین کردستانی را هات بون آوا کرن راپورت خواه پیشکشی جوینی کرن و لسر هر یک جوان بریارین پیویست هاتن دان. پارێزگەری کەرکووکی نەجمەدین کەریم 19 نیسانی کەرکووکی دەمە سەردەنە دەبستانێکی دا بەرسیبدا پرسی ڕۆژنامەوانان و گوت پارێزگای کەرکووکیش پۆڕ بە 23 دەبستان هاتنەڤەکردن ئەv یەک دەمێکی دا یەکۆلتەویە پارێزگایان عێراقی دەبستان نەهاتنەڤەکردن ئەv دەبستان jî پۆڕ هەڵوێشیە بوو لە ئیساڵ هاتە نوژینکردن نەجمەدین کەریم دیار کە کە ژۆژێک وان دەست کار کردیە gelek giringî dane çêkirina dibistanan da ku mamosta û dibistan bikarin temînî bixwînin û xwandina xwe pêş bixin. Li ser pirsa gelo de Kerkûk beşdarî referandumê bi beyana Necmedîn Kerîm got ji bo referanduma Başûrê Kurdistanê komîsyonek hatiye ava kirin. Piştî ku wê komîsyonê biryara xwe da bêguman dê li Kerkûkê jî referandum were kirin. Parêzgerê Kerkûkê li ser pirsa Serokwezîrê Iraqê Heydar Ebadî dibêje ku li Kerkûkê bilindkirina ala Kurdistanê ne destûrî ye û Kerkûk jî beşdarî referandumê nabe. Evî wa bersîv da. Ev kesên dibêjin bilindkirina ala Kurdistanê ne destûrî ye dikarin herin dadgeha federal. Ebadî xwe dibêje ev 10 salin ev al Kerkûkê ye. 20 نیسانی جگری یکم یه سکرتاری گیشتی یه یکتیان اجتماعی کردستانی کسرت رسول علی الگل نونر یکتیای اروپای الهریم کردستانی را جویا دا جوین دا نونر یکتیای اروپای رول هزین پیشمرگه شهر دجی دایشی دا بلندتر خواند. دبشه کردن یا جوین دا هر دو آلیان بستا رف شهریم کردستانی و نوچه کرن. هر دوی جوین دا بابت روبروبون و تروری هات بس کرن و غیرمانی هزین پیشمرگه بلند هات نرخاندن و دیار کرن که پیویست رول و پیگه گل کرد البرچه واره گرفتن. دایا جوینی دا جگری یکم یه سکرتاری گیشتی یه یکتیان اجتماعی کردستانی کسرت رسول داخواست شف پیمانی نام نتوی کرد و ولات در وای بی هت پیمانی پشگریا پاشروج کردستانی و گل کرد بکن. وزارت دروی آمریکای راضی بود که واشنگتن با یک راست چکینگ ران بفروشه حریم کردستانی. وزارت بروانی آمریکای پنتاگون دخواست جدی ببره کشکا سپیکر که آمریکا با 295 میلیون دلاری چک و تقریمانی بفروشه حریم کردستانی. داخلی داتیه گفتن که وزارت دروی آمریکای راضی بود خو سروی دخواست نشان داده و کنگره آمریکای جوی یکی هاتیه آگاهتر کرد. جبو جیب جکرنا و پیشنهاد پنتاگون پیوست انجمن سناتو یا آمریکای
بریاری سر بده و وی کی پسند بکه دوی نوبری دا سکرتاری گیشتی وزارت پیشمرگه جبار یاور دخینی کی داجی راگیاند کنگری آمریکا هنک پره وکی آلیکاری شیزین چکدارین عراقی را دابین کریه وزارت بروانی آمریکا جی پیشنهاد کریه که جوی پره بقاسی 200 میلیون دلاری شیز پیشمرگه یا کردستانی را که وکی هیزه که خودی باندور ده شهر دجی تروری دا پاره بکه روز هفته حزیران 2016 سالی بجارکی صلاح الدین با مدبون سروکی حریم کردستان مسعود بارزانی پروتکل کلشکری نوبر آمریکا و کردستان دا هات امضا کردند. الگوری وی پروتکل سربازی واشنگتن دی 415 میلیون دلار وکی آلیکارین سربازی بده حریم کردستانی. سروک حریم کردستانی مسعود بارزانی پرکف تا هاتنا جشن سری سالی یا ایزیدیا جشن چهارشنبه سور پیروزبایی از دین کردستان و جیانی کر و دیار کر که دوی دی رینادن کارست و ایشن خوشک و بروین میین ایزیدی دوباره ببه. سروک بارزانی پرکف تا جشن چهارشنبه سور پیامک بشاند و گفت کردن ایزیدی بشکی عزیز و ونقطیای یا گلی کردستانی نه خوشی و ایشن وان خوشی و ایشن گلی کردستانی نه. بدوامیا پیام خدا سروک بارزانی آمجه جنگوتیا پیشمرگه کر و دیار کر سپاس جبو خودیب جنگوتیا پیشمرگه دایش واتیه تک برن دایش باجا توانین خدا و سری وان کت بن پی از دیان ایدی دوی رینادن که خوشک و بروین میین ایزیدی جاره کدن راستی کارست و ایشک دن ببن حکمت حریم کردستانی جشن چهارشنبه سور کردن ایزیدی کردستانی و سرنسری جیانی پیروز کرد و سوز دوان حتی که یک کرد ایزیدی جی دست دایش دوما به اودی سرهولین خو ین بو رزگار کنا وان بدوام بن وجبو نصندن کمکوژی کردن ایزیدی وک جنوسید جی حول بدن انجمن وزیران حریم کردستانی جی جشن چهارشنبه سور یا کردن ایزیدی پیروز کرد انجمن وزیران حریم کردستانی دست پیکو پیام خو یا پیروزبایی دا قربانین دست ترور دایشی و تایبت اف کردن ایزیدی که بونه قربانی تروریسم دایشی به بیرتینه و دبیجه ام بگرمی جشن چهارشنبه سور الخوشک و بروین ایزیدی کردستانی و هر درک جهانی پیروز دکن امی ویدارن جشن که خوش و آرام دل باز بکن و همو وان خوشک و بروین میین ایزیدی بیرتیدن ین گفت انجام توان و کارین تروریستی و هوانه ین دایشی دا بونه قربانی انجمن نوینده یا اینکی بویه کی فرمی رگیاند که اندامی بی انجمنی هیدر ششو که هفدم فرمانده کی سربازیل دوری شنگالی جی دست بکار بردای هیدر ششو جی رگیاند دی پارته که نو آوا بکه اندامی انجمن نوینده یکتیان اجتماعی کردستانی هیدر ششو دشمی هفته نیسانی بویه کی فرمی نام دش کار بردن خو پیشکشی سکرتاری انجمن نویند یا اینکی کریه انجمن نویند یا اینکی داخلی کی دا اف یک اشکره کر او رگیاند هیدر ششو انجمن را گوتیه از شناسی دکم کامنت نو رفیق اینکه دا خبات کریه حتی که از ما بمجی از خوا دینداری مام جلال زانم ادقوناغه که زحمت و دجوار دا لسوری هفته اندام مالبتامه جزای سیدردانی رزگار کرد دخینی دهاتیه گوتن که سکرتاریات انجمن نویند یا اینکه نامه دشکاربردان هیدر ششو بسند کریه هر سرهمان مجاری هیدر شش رو دخینی که داره گیاند دمکی نزدیک دا اف دی پارتی که نو بناوی پارتی دموکرات ایزیدی آوا بکه وزیر دروی آلمانی سیگمار گابریل سردن سروک حریم کردستانی مسعود بارزانی کرد. وزیر دروی آلمانی شب 19 نیسانش بغداد گشت فرودخانه هولیری یا نودولتی وش عالی سرک وزیر حریم کردستانی نیچیروان بارزانی و هجمارکش بر بسندین حکومت حریم کردستانی و پیش وزیر اعطا کردند. 20 نیسان 2017 سروک حریم کردستانی مسعود بارزانی و وزیر دروی آلمانی سیگمار گابریل پشتی هفدیدن کنفرانس که روزنامه‌ای دارخستند. مسعود بارزانی کنفرانس دار رفرندوم سرخوبون کردستانی دست نشان کرد. بریار رفرندوم یاتی داین و آلین پیوندیدار دست نشان کردن و وقت و پنگابین و مجولن. او کسی که رخنه رفرندومی دکن رفشنا باش فهم نکرنه. وزیر دروی آلمانی سیگمار گابریل جی سر جیبون و حریم کردستانیش عراقی گفت اف بابت که نوخیه کرد خود زانش با کردستانی تشتیاری باشیه و پیوندین نابر عراق و حریم کردستانی جی تشتکی نوخیه. خاط رگیاندن شهر داعشی و هفکاری کردن هزین پیشمرگه مجاری دنیان جوین بارزانی و وزیر دروی آلمانی بود. پشت جوین وزیر دروی آلمانی سردن راهنرین ولایت خاکر که پرورده کردن پیزا پیشمرگه دکن. 16 نیسان سرنسری ترکی رفرندوم گارتنا دستور ویولاتی پیکارد. الگوری انجام که هاتن راگیاندن 51 سلف خلقی دنگی عرب کارانینه و 68 سلف خلقیشی دنگی نادانه.
هات راگیاندن در جام رفرندومی دا 55 میلیون و 319,222 کسی بشداری به پروسه کردن. هر با 167,140 صندوق همو باجارین ترکی و باکوری کردستانی هات بوندانین. رقم بشداربونی در رفرندومی دا جی 86,3 هاتی راگیاندن. در وای ترکیه جی ل 57 ولاتین جیانی ولاتین ترکی بشداری دنگدانش بو رفرندوم 16 نیسانی کردن. در رفرندومی دا AKP و MHP پشتوانی سیستم سرکاتی کردن و دنگی عرب کارانین. HDP و CHP جی دجیب سیستم نه و دنگی ناب کارانین. رفرندوم 16 نیسان یا درباره گرفتن دستور ترکیه باکوری کردستانی رقم دنگین اری و نو نزدیکی هب درکتن. لی دنگین اریش دنگین یکی مقداری ین AKP پارتی ورگرتی زیادتر درکتن. رجب طیب اردوغان پشتی رفرندومی گفت خودی هست که اف انجام جی بوالات مبب مزگنیا دست بکنا سردمکن. رفرندوم ترکیه دا پشتی که عرب سرکت و دی ترکیه دا 92 سالان دا سیستم پارلمانتاریزمی در بازی سیستم سرکومتی ببه. پارلمانتاری AKP پارتی و سروکی کمیسیون مافی مروان یا پارلمانتوی ترکی مصطفی ینروغلو گوته بو هکه پککی دشت کامبر دا به پروسه که نوجی دست ببکه. HDP دبیجه که اردوغان بخوازه دکارج نو دست پروسه جاره سریع بکه. لی HDP دویواری دا پرزیدش اردوغان نبواره. جی گوتنی AKP پارتی تلبجارتن یک مجداری دا باکوری کردستانی 86,000 دنگ ستانده بو. لید رفرندومی دا اف هجمار گیشته 1,226,000. سروکی آمریکای دونالد ترامپ به سرکفتن رفرندوم گرفتن دستور ترکیه دا شوا دوشنبه هفته نیسانی پیروزبایی سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان کرد. چپکانی سب سرکاتی کمر ترکیه زانیارین درباره نوارکو به پیوندی دا اشکره کردن او را گیاندن که ترامپ اردوغان را گوتیه هین گل کارن ام هبرا بکن. الدجی پککی امی جنزیک و افکاریا ترکیه بکن. هر وال سوریه و عراق جی کارن ماین هبش دی زده تر بن. گوری چپکانی ترکی ترامش بر آلیکاری ترکی یاد بجارا سوری دا سپاسیا اردوغان کریه وک سروکه که پیس یه حریم ناف کریه. بریاره دا 24 و 25 گلانی دا ترامپ و اردوغان جوینا ناتوی یا بروکسلی دا هفدیدنه که بکن. 18 نیسانی سروکری کردستانی مسعود بارزانی درباره رفرندوم گرفتن دستور ترکیه دا دو پیام جدا پیروزبایی سرکفتن پروسه رفرندوم سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان و سرکوزیر ترکیه بینالی یلدریم را شاند. ترکیه ریاکسیون درباره رفرندومی دا بدوان دکن. HDP و CHP ایدیا دکن کد رفرندومی دا بپکرن پیکاتیه. جبو بتال کردن رفرندومی جیوه سریل دادگاه دستور بنگین بخن. CHP و HDP ایدیا دکن کد دنگ نخیر هات ندزین و کمیسیون بجارتن یا بلندجی در رفرندومی دا ببریار و کارگرین خو پاراستنا دستلاتی کریه. جگری سروک گیشتی CHP بلندتش جان دیار کرد که اف رفرندوم وید نو روپیلین راشیه دیروکی دا جی خواه بگره. بدف که HDP اسپان بایدمیر جی دجی انجام رفرندومی برتک نشان دا و گوت 24 میلیون مروف دور دنگی ناجبیان لی کمیسیون البجارتنی یا بلند در بیک پیکانی دوی رفرندومی دا کردان دجمناتی کردان و شهر را گوت نا بی کردان نممکن که رژیم دموکراتیک آوا ببه جبو بتل کردن رفرندومی مرجه که تنهی افجی دادگاه دستور بلنده پشتی نتخواندن همو برویدانان اوی سریل دادگاه بخنش بو بتل کرنه. وزارت الدربه روسیه سرنوچه گرفتن خلیفه داعشی ابوبکر بغدادی دخینی دا تورا میدیای. بدف که وزارت الدربه روسیه ماریا زاخارова دخینی که تایبت دا رگیان گوتن درباره دست سرکن ابوبکر بغدادی نراستن و وزارت الدربه روسیه جویه که بی آگاهیه. میدیا روسیه سیشم 18 نیسانی بلاف کریه که سرکی رخصتن داعشی ابوبکر بغدادی که نو رخصتن دا وک خلیفه ناسکرن عالی سازین استخبارات ین روسیه و سوریه و هاتیه گرفتن. لگوری میدیا روسی ابوبکر بغدادی دو اپراسیون که هبش یا آسایش روسیه و آسایش سوریه نو آخر سوریه دا هاتیه دست سر کردن. سرکی سوری بشار اسد جنوچین درباره گرفتن خلیفه داعش ابوبکر بغدادی رد کرد. بشار اسد میدیا روسیه را گیاند که نوچه گرفتن خلیفه رخصتن داعش ابوبکر بغدادی نراسته و گفت سینور نهاد من کنترل داعش دانه و تنی سینوران کنترل دکن. جبو وی که بغدادی لبی هریمی ببلایه بریون هات بو ادعا کردن که بغدادی سوری نزدیکی سینوری رقای هاتیه گرفتن لی یک نه هات بو پشت راست کردن.
جالی که دن و اسد دیار کرد کش دتوان یک گرتی دخواست کرده کش شانده کش بولی کلین کرنا ایریش کیمی یا بجاری که خان شیخونی یا سر ایدلیبی باره شاندن اسد اشکره کرد کش جالی نتوان یک گرتی و هیچ برسی و نمایوان نهاتیه داین. پیشمی هزین اولیین ایرانی الباجاری مریوانی که سل پرزگاه سنی یا رجلات کردستانی یریشی خلق گندن اسروا کرن و چند کس بریندار کرن و چند کس جی دست سر کرن. اف چند مین که روشتوانین گند اسروا دجی آبیتنا گمارا و پاشباین الباجاری مریوانی نزیک گندوان دست نرازیبونی کرن و کتنا گراو گرتنی. هرج بروان چالاکی و نرازیبونان هزین اولی و پولیسین ایرانی چندن جاران گف لوان خارنه. چفکانی خاجی الباجاری مریوانی ی رجلات کردستانی راگیاند برینی روی دو ناپیر هیزه که تایبت یا پلیس ایرانی یریشی سر نرازی به گندی کرد. الگور گوتن وان چفکانیان دوی یریشی داهری کم ده ولاتی بریندار کرن و هجمارک ولاتی گنجی دست سر کرن. چفکانین خواجی هرواد بیشن رفشا دندرستی یکش بریندار نباشه. دنگ و باسنجیانی پایتخت فرانسه باجار پاریسی یریش که چکداری پیکات و الگوری آگایان دنجام یریش در دو پلیس هاتن کشتن. الگوری زانیاریان شو 20 نیسان پیشمی باجار پاریسی دو چکدارن یریشی پلیسان کردن. پلیس فرانسه راگیاند دو کسین چکدار جدای ایلیسی تقا پلیسان کردن و دنجامی دو پلیس هات نکشتن و پلیس اکجی بریندار بیه. هر و پلیس فرانسه دای خیلی کردن که پلیسان برسی و تقا کسین چکدار دایه و دنجامی یریشکار کاتیه کشتن. دایش دخینی که نویسکی دیار کرد که لشکری بی ابو یوسفیش بلژیکا یریش دار خستیه. دایش دخینی یریش بری عربی بشند و پشت راجی فرانسی گفت که یریش دل پاریسی هاتیه دار خستن. اف یریش دمه که دایه که روز یک شم هفتیابی بی دهل بجاتنین سر کمرتیل فرانسا بریواده چه. ده فرانسیای ده ما ده سالین بوری دا زیدتی 230 کس دیریشین تروریسی دا هاتنه کشتن. فرانساش سال 2015 و پی و درفشه که تایبت را در باز به اولوی والاتی رفشه آورده هاتیه را گیاندن. هفتیا بوری دایش یریشی نوند که لشکری یا ارتش سوری کرد و انجام دا پسپور و شورمند لشکری روسی هات کشتن. وزارت بروانی روسی دخینی که داره گیاند شورمند لشکری روس الیک باردوف سوری انجام یریشی که دا جیان خوش دست دا. الگوری دخینی الیک باردوف سوری نوابی کما لشکری یا روسی دا جید گرد که راهینن و پرورده لشکری دادان هزین ارتش سوری. هر و آمجه بیه که جیاتیه کرن که الیک باردوف پیشول چکدارین یریشکار گرتیه و ندایه که بکرن نو دور لشکری اوش بروی چنجی هجای مدالیا دولتی هاتیه دیتن. سروکی آمریکای دونالد ترامپ پلانک 4 قناغان درباره سوری دادانیه. لگور به پلان هریم کرد دیش آلی کرد و بین بریوه برن. هات را گیاندن ریبری سروکی آمریکای دونالد ترامپ پلان و استراتژی خواهی درباره سوری دا آمده کریه. الگوری آژانس اسوسییتد پرس آمریکی ریبری سروکی آمریکا دونالد ترامپ پلان خواه درباره سوری دا آمده کریه. پلان شچار قناغین سرکه پیکته و جنابرنا دایش پیکانین آرامی چرنویس سروکی سوری بشار اسد و رفش سوری پشت قناغ و گویست نوابی پروژه دانه. قناغ یکمش بو روبروبون و جنابرنا دایشیه. الگور پلان ترامپ قناغ دیام دا آرامیل سوری آواده که او آگربستید نابر بشار اسد و گروپین اپوزیسیونی داتینه. هر وقت آمریکا نوچین آرام با یکی دمکی آواده که کش آلی فروکین آمریکا و هف پیمان و بی پاراستن. هر وقت هریمین سونی دیش آلی سونیان و هریمین کردیجی آلی کردان و بریوه برن. اف هریم جی دیش آلی کمتو دمکی و وارد بریوه برن. آمریکا دخوازه بشار اسد دلی خواشیش دستلاتی دا که قناغ سیامین یا پلان دونالد ترامپ تایبت بچارنویس بشار اسد گور به پلان دوی اسد دستلاتی دا نمینه. اف پلان آمجه به یکی جده که اگر اسد دلی خواهش دستلاتی دا نکد دو بجار دهنه یا یکم دی ری البروی ورنگرتن که بجداری البجارتن نبه یان جی دی تومتا توانین شر آلی رخستن توانن یا ناو دولتی و دوچون پیراوره کرن. وی روزنامه گوتیه جی به باوری واشنگتونی اسد دی رازی به دستلاتی درکبه و سوری درکبه و بچه روسی یان ایرانی. هر و ندوره جی کش آلی رکبرای و بیکشتن. الگور وی پلانی بوابیتن اسد آمریکا تایزه کزیده ناشینه سوری. دوی درباری داجی وی روزنامه آمجه بسردن وزیر درو یی آمریکا بو مسکو کریه کش برپس روسیه را گوتیه ولوتی بی بجارده چون اسد دلی خو باشتر دبینه. قناغ چارم جی تایبت بریخستنا رفشا سوریه پشتی قناغ و گوستنه که پفکاری آمریکا و روسیه دی چار سریل سوریه انجام بده.
و روزنامه دایکفشی که پلان ترامپ جریباز اوباما جداتر و زلالتره تایبت پشتی لیدان فرکانه شهریت پشتی کمکشی کیمیایی یا ایدلیبه هر و بو رازی کرده روسیه به پلان ترامپ جی واشنگتن ده پیشکشی روسیه بکه که حتی بنگین روسیه لشکری سوری بنگه دری ترتوسی و بنگه هیمینه بمینن پشتی که آمریکا پنجینه مشکان توماگاف پیریشی بنگه ازبانی یا شیرت یا پرزگه همسی یا سوریه کر روسیه هفته ده سیستم بروانی ازبانی یا وی ولاتی پیز بکه سروکی صندوق افکاری مروی با سوری اولیک فومین دبیجه نها هیزن ازبانی ین سوری و روسیه پیورا کار دکن دکو هریم که دجی فرین و دجی مشکان آوا بکن گل سردن وزیر دروی سوری سروکی سوری بشار اسد شیورمند خواهی نزدیک بوسین شبان شانده مسکوی شیورمند تایبت یا اسد بوسین شبان برسی و پرسکی روزنامه‌ان یک بنشد که او لیویا هفکاریا زیادترین روسیایه آمریکا ویریش مشکان روسیه لنبرخو عاجز کرد و بو سبب که مسکو حول پاراستن ارد و ازمان سوریه بده روسیه ایران و ترکیه سرمجاری سوریه پایتخت ایرانی باجاری تهرانی هفدید نک بگانین روزین 18 و 19 نیسانی هیئت روسیه ایران و ترکیه تهرانی مجرا سوریه گتو بیش کردن هر وها هات راگیاندن که تفدیدن دا شاندن نتوان یک بوجی آمده بونه الگور آژانس فرمی یا ایرانی ایرنا پشتی هفدیدن کل روزنامه‌ان را گرتی بو وزارت درو یا ایرانی داخلینیک بلاف کریه داخلینی دهاتی دیار کردن که دجوین در سرمجارین آگر بیست سوری و پیو گوارتن گرتیان هاتی آخاف هر وقت جوینی دا سر هفدیدن که بریاره پشت 2 هفتیان پیتخت قزاقستانی باجار آستانای واره پیکانین هاتی آخافتن و هر سی آلی بریار دانه که روشه که بریا هفدیدن آستانای آستا پسپوران جوینه کردن پیک بین و کردن وزارت درویا ایرانی داخلی دا دست نشان کریه که اف هیوی دکن پیواجوی آستانای جبوب داویانین کریز سوریه ریوکه گداری نجا اوا بو وشانا دنگ و بحث نفتی که 4% کردستانی و کردن دیاسپورا هروا نوچین نونتوی جاره کردن هفتیاتی 10 سال سروی نو نشانی امی راستی هبین آمده کار و ریبرا بردامای یا دنگ و بحث نو یا رادیو یا تزه بیلاس ترکیه حتی نی شمیاتی بمینند خوشی اسلامتیه دا